اول درباره ریش گپ میزنم. اکثر علمای جمهور میگن که ماندن ریش بالای مسلمانان فرض است. یک تعداد میگن که سنت مؤکد است، سنت مستحب است، اما اکثریت علمای جمهور فرض میدانند. اگر قرآن مجید بخوانند، در قرآن هیچ آیت در این باره نیست که در آن نوشته شده باشه ریش ماندن فرض است. فقط یک بار در تمام قرآن مجید کلمه ریش آمده. کلمه ریش فقط یک بار در سوره طه آمده است. من تحقیق کردم که سوره شماره 20 آیه شماره 94 در این سوره که هارون علیه السلام میگه ای پسر مادر من، نه ریشم را بگیر و نه موی سرم را. سوره طه چپتر 20 آیه شماره 94. وقتی که موسی علیه السلام از هارون علیه السلام پیشی میگیره، وقتی که از کوه پایین میشدن و دیدن که مردم شرک میورزن، همون لحظه هارون علیه السلام به برادر خود میگه ای پسر مادر من، یعنی ای برادر من، نه ریشم را بگیر و نه موی سرم را. از اینجا میفهمیم که هارون علیه السلام ریش داشته. تا جایی که ما در قرآن جستجو کردم کلمه ریش فقط یک بار در قرآن آمده. اما به طور غیر مستقیم قرآن مجید گفته است که ریش داشته باشند. به طور غیر مستقیم چندین بار در قرآن مجید الله متعال میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله و از پیامبر الله اطاعت کنین، امر الله و امر پیامبر رسول الله را قبول کنین. سوره آل عمران چپتر 3 آیه نمبر 32، سوره آل عمران چپتر 3 و آیه 132، سوره نساء چپتر شماره 4 آیه 59، سوره مائده چپتر 5 آیه شماره 92، سوره انفال چپتر 8 آیه 1، سوره انفال چپتر 8 آیه 20، سوره انفال چپتر 8 آیه 46، سوره نور چپتر 24 آیه 54، سوره محمد چپتر 47 آیه شماره 33، سوره تغابن چپتر 64 آیه شماره 12، سوره مجادله چپتر 58 آیه شماره 13. در چندین جای الله متعال می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله و از پیامبر الله اطاعت کنین، سخن الله و سخن پیامبر را قبول کنین. از اینجا معلوم میشه که الله تعالی چندین بار در قرآن مجید می‌فرماید از الله و از پیامبر خدا اطاعت کنین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، امر الله و امر رسول الله را قبول کنین. اگر سخن پیامبر را قبول کردن به طور غیر مستقیم سخن الله را قبول کردین. حالا کوشش میکنیم که بفهمیم پیامبر الله درباره ریش چی میگن. پیامبر خدا محمد صلی الله میفرمایند در صحیح بخاری تذکر داده شده، جلد شماره 7 بوک آف استریس، کتاب لباس، چپتر شماره 64 400، حدیث شماره 780. ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که حضرت محمد میفرمایند کاری را که یهودی میکند برعکس آن را انجام بتن، برخلاف یهودی عمل کنن، ریش بمانن و بروتتان را بتراشن، ریش را نگه دارن و بروتتان را بتراشن. اقسم میفرمایند. حدیث دیگر صحیح بخاری، کتاب لباس، بوک آف درس، چپتر شماره 65، چپتر شماره 500، حدیث شماره 781. ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که پیامبر خدا میفرماید بروتها را نگذارید و ریش را پرورش دهید. این فرمان رسول الله است. ریش را نگه دارن و بروت را بتراشن. به یادم میآید وقتی که جوان بودم، همیالم جوان هستم ماشاءالله، وقتی که در پانتون طبی بودم ریش ما بسیار خرد بودن، یک ذره موی در اینجا، یک کم اینجا، همیالم چندان خوب نیست، اما او زمان بسیار کم در این بودن. یک مسلمان گفت او زاکر برادر چقدر چهره نورانی داری؟ من جزاکم الله گفتم به خاطر روحیه دادنش. من میفهمم که ریش به من خوب نمیگه، اما او برادر مسلمان به من روحیه میداد بسیار چهره نورانی دارن. پس من میگم اگه ریش در چهره شما خوب نمیگه، در چهره بعضیا ریش خوب معلوم نمیشه و در چهره اکثریت مردم خوب معلوم میشه.
اگر ریش در چهره شما خوب معلوم میشه و مثل مسلمان ریش میمانن، پس ثوابش انشالله به شما میرسه. اما اگر ریش در چهره شما خوب معلوم نمیشه و به خاطر محبت الله، به خاطر قبول کردن سخن الله و به خاطر قبول کردن سخن رسول الله ریش میمانن، پس انشاءالله ثواب بیشتر به شما میرسه. چندین بار گفته شده اگر خوب معلوم میشه ریش بگذارن و انشاءالله ثواب زیاد به شما میرسه. خوب معلوم نمیشه اما میمانن، به خاطر الله و به خاطر رسول الله ثواب بیشتر به شما میرسه. من میفهمم که ریش به من خوب معلوم نمیشد، همیالم خوب معلوم نمیشه، اما با آن هم مردم فهمیدن که این ریش مخصوص ذاکر برادر است. ما به خاطر حکم رسول الله است که ریش ماندم، پس در صورتی که خوب معلوم میشه میمانن، پس الحمدلله ثواب به شما میرسه. اما خوب معلوم نمیشه و میمانه، ثواب زیادتر به شما میرسه. به طور عموم اگر به انسانهای عادی نظر بیاندازیم، اگر کلی بررسی کنیم، در تمام دنیا کسایی که ریش میمانن، 80% کسایی که ریش میمانن مسلمان ها هستند. 80%شان تقریبا مسلمانان هستند و باقیشان از میان 20% کمتر یا جمعاً 15% انسانایی که ریش میمانند زود معلوم میشه که مسلمان نیستند، به خاطر که در نزد اونها یگان نشانی دیگه می باشه، صلیب شاید پیششان باشه. وقتی که صلیب باشه پس معلوم میشه که عیسوی است. امکان داره که نشانی او نزدش نباشه، یا از سکایشان معلوم شه که هندو است، یا امکان داره که سک باشه و آشکار فهمیده میشه. پس اگر کسی را باریش مشاهده کردن، به خاطر شناختن آن آیا مسلمان است، 95% درست فهمیدن که مسلمان است یا نه. 95% درست میفهمن که مسلمان است یا خیر. این یک ظاهر است. اگر ظاهر شما اراده شما را آشکار ساخته میتونه، پس او را بپوشید. بعضی اشخاص نمیخواین ارادهشان از ظاهر بسازند، چون میترسند مردم میفهمند که مسلمان هستند و مشکل خلق میشه.